آقا یه امامزاده نزدیکای ما هست که معمولا ایام عید خیلی شلوغ میشه. حالا یا مردم برای گردش و تفریح میرن یا زیارت. یکی از همین عیدای قبلی که ما رفته بودیم و زیارت، یهو دیدیم یه صدای جیغ و فریاد و گریه‌زاری بلند شد. رفتیم که ببینیم چه خبر شده. دیدیم که یه ماشین یه پسر بچه‌ای رو زیر گرفته و متاسفانه پسر بچه فوت شده. بابای بچه نشسته بود بالا سر بچه‌ش، هی گریه‌زاری میکرد، هی میزد تو سر خودش، میگفت بچه‌مو خودم کشتم، بچه‌مو خودم کشتم. هر کاری هم میکردن آروم نمیشد، میگفت بچه‌مو خودم کشتم، این راننده تقصیری نداره. تو حین گریه‌زاری تعریف میکرد، میگفت که 15-16 سال پیش مجرد بودم، اومدم با ماشین از این مسیر رد بشم، یه پسر بچه پرید تو خیابون، با ماشین اونو زیر گرفتم، از ترس فرار کردم، بعدن فهمیدم که اون پسر بچه فوت شده. 15-16 سال مثل خوره تو جونم بود، تا ای که یه کسی یا یه چیزی دیشب به خوابم اومد و گفت که اگه میخوای بخشیده بشی دست زن و بچه تو بگیر و برو به همون زیارتگاه. همینجوری که داشت تعریف میکرد، یهویی راننده‌ای که بچه اینو زیر گرفته بود افتاد زمین و غش کرد. فهمیدیم بچه‌ای که 15-16 سال پیش فوت کرده بچه همین راننده بوده که الان بچه ای آقا رو زیر گرفته. آهای ملت، از مکافات عمل غافل نشین، ظلم نکنین، خیانت نکنین، نامردی نکنین، دورویی نکنین، نونبری نکنین، حق کسی رو نخورین، دوبله سوبله به مردم نندازین. والله و بالله سر خودتون در میاد، میکشین، تاوان میدین. یا حق.